بچه اومدیم نمایشگاه بین المللی هنر تو دبی. ببینید اینجا چی پیدا کردیم. پاسپورت زمان شاه قبل انقلاب. ببین مشخصاتش هم با هم ببینیم. چقدر جالبه. این مال صاحب پاسپورت بودش. تهران 1954 میلادی. مشخصات طرف این هم برای ویزا و اینا، ملاحظات، تاریخ تمدید اعتبار و همه چی. این هم اسم شخصی که صاحب این پاسپورت بودش، ناصر. اسمش سخت، دست خطشون خوب بود. این کلا بیشتر اینجا رو بخونیم. مقرراتی که صاحبان گذرنامه باید رعایت نمایند. طولانی خودتون اسکرین شات بگیرید.